همسری منصبداران تاجیک موظف شدند که در قطار همسایه‌های خود در حشر عمومی محل زیستشان اشتراک کنند. مقامات آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان گفتند که اگر ساکنان در حشر محل زیست خود همسری منصبداران را با جارو و وسایل دیگری تازه‌کنی ندیدند، می‌توانند در این باره به این نهاد شکایت کنند. خودداری همسری منصبداران از اشتراک در کارهای آبادانی نقض کدکس آداب خدمتچی دولتی بوده است. قبلا استفاده ماشین خدمتی منصبداران با هدف خصوصی از طرف اعضای خانواده آنها از جمله همسران منع شده بود. جمعه دولتزاده رئیس آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان روز 23 ینور در نشست مطبوعاتی گفت حالا تمام منصبداران بجز از کار دولتی اینچنین موظف شدند که در محل زیستشان برای آمادگی به مناسبت 30 سالگی استقلالیت ساکنان را به آبادکاری جلب کنند. از جمله دولتزاده گفت او و معاونانش در جای زیست خود مسئول جلب هم محل‌هایشان به آبادکاری شدند. با گفته او شکایت‌های نیز می‌رسند که همسران منصبداران در چنین معرکه‌ها شرکت نمی‌کنند. او گفت باید حتما اشتراک کنند. چاره‌بینی‌هایی که وابسته به آبادانی، کبودزارکنی و سهمگذاری در این یا آن چاره‌بینی باید حتما اشتراک کنند. و در حقیقت در بینای ما همیشه که من فرزندام گسل میکنم که به جای من کار کنند. اکثر زنهای منصبداران در تاجیکستان خانشینند و مسئولیت بیشتری آنها با تربیت کودک و نبیره محدود می شود. نورینیسا عبدالله و خبرنگار تاجیک این موضوع را پیگیری کرده است میگوید حضور پیدا نکردن زنهای منصبدار در پهلوی منصبداران ناراضگی اجتماعی در میان ساکنان را به بار می‌آورد. این خبرنگار تاجیک گفت بار اول اشتراک نکردن همسر منصبدار در کارهای آبادانی را در محل زیست خود مشاهده کرد و بعداً توجه کرد در بسیاری از محل‌های شهر دوشنبه چنین حالت به نظر می‌رسد. مردم یک جا باشن اشتراک کنن همین مسئله خودم. وقتی یک سیاست پیش گرفته میشه دیگه تنها مردم عادی نیوخه همه کسی یک جا کار کنه. گلاندام نازیما و همسر معاون رئیس یک ناحیه که نخواست از شوهر و جای کارش نام ببریم روز 25 ینور بر رادیو آزادی گفت همسر منصبدار بودن مسئولیت زیاد دارد. او گفت همیشه تلاش میکند از ساکنان دیگری محل زیستش فرق نکند و در همه کارهای جمعیتی برابر آنها اشتراک کند. اکثر همصحبتان رادیوی آزادی در خیابان‌های دوشنبه درباره نقش و رسالت همسرای منصبداران تاجیک نظری مختلف دارند. برخی میگویند همسر منصبداران از وظیفه و مرتبه بلند شوهر خود میبالند و گاهی هوا بلند و خودخواه هستند. برخی گفتند که نه همه منصبداران و همسرانشان چنین هستند بلکه به خاطر نریختن آب روی همسر تلاش میکنند همرنگ جامعه باشند و با کار و رفتار خود در معرکه و جای از دیگران فرق نکنند. ادیبه عزیز شاعر تاجیک میگوید همسر منصبدار بودن در جامعه تاجیک مثل منصب حساب می شود. به گفته او همسران منصبداران بیشتر از شوهرانشان در جامعه امتیاز خواهی میکنند. چون امتیاز خواهی به گفته ادیبه از کاشانه حسن تا بیمارخانه و اداره‌های دیگری دولتی به نظر می رسد. همسر منصبدار با استفاده از نام شوهرش به نوبت کارش را انجام می دهد و دیگران نیز به خاطر وظیفه شوهرش به او امتیاز می دهند. حالا در تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان برای تجلیل از جشن نوروز آمادگی می‌گیرند. مقامات محلی هر هفته ساکنان را برای شناندن گل و بوته و تازه کردن اطراف محل زیستشان جلب می‌کنند. بیشتر شرکت‌داران این مرکه زنها هستند. بسیاری از ساکنان می‌گویند در حال مقامات از آنها تقاضای شرکت در آبادکاری و آبادانی را می‌کنند که زنهای آنها در چنین معرکه‌ها شرکت نمی‌کنند.